با الله قسم تا زمانی که معامله تو با الله خالص نشود تو به دوستی الله رسیده نمیتوانی. با الله قسم تو به دوستی الله رسیده نمیتوانی تا اینکه شهوت ها را ترک نکنی، تا اینکه به بلا و مصیبت های به تو رسیده صبر نکنی و تا زمان جان خود را پوره به الله نسپاری تو به دوستی الله رسیده نمیتوانی. در حقیقت همین گونه انسان هایی هستند که الله را دوست می‌دارند و الله هم آنها را دوست می‌دارد. آنها با الله واخوردن را مشتاق هستند و الله هم مشتاق. عبدالله ابن عمرو الانصاری شب احد کشته شدن خود را در خواب می‌بیند. هنگام بیدار شدن او به فرزندش به جابیر و دخترش و به زنش وصیت کرد. همون وقت زنش از او پرسید ای پدر جابیر پس از این در کجا وا میخوریم؟ وی در جواب گفت پس از این در جنت وا میخوریم ان شاء الله. او شهادت را خواسته به سوی شهیدی و جنگ احد برآمده رفت و الله به او چیزی میخواسته‌اش را داد. او با کافر روبرو شد و پس نگاه کرده نگریخت. فرزند او جابیر رضی الله عنه از مرگ پدرش غمگین شد. همون وقت پیامبرمون صلی الله علیه و سلم به او گفت قسم به ذاتی که جان من در دست اوست، فرشته ها پدری تو را تا آسمان بردن با قنات های خود حمایه کرده رفتند. به الله قسم ای جابیر الله با پدری تو روبرو شده گپ زد. در بین آنها هیچ ترجمانی نبود. الله به پدرت ای بنده من چی میخواهی بپرس گفت. وی باشد باز یک مرتبه به دنیا برگشته باز یک مرتبه در راه تو کشته شدن میخواهم گفت. الله گفت من بر نفس خود به آنجا برنگشتن شما را نویستم. چیزی میخواهی بپرس ای بنده ام. آن وقت ای پروردگاری من راضیگی تو را میخواهم گفت. الله گفت در حقیقت من از تو راضی شدم. البته من به تو راضیگی خود را فراوردم و من پس از این هیچ وقت به تو غضب نمیکنم گفت. بعداً الله روحی او را و روحی برادرانی با او یک جای شهید شده اشان را به جگر پرنده سبز که به جنت پرواز کرده از میوه های او تأمل کرده و از نهرهای او نوشیده میگشته جایگیر کرد. آنها در بالای چراغچه های بر عرش آویزان بوده استراحت میکنند تا زمانی حساب کتاب قیامت آغاز شدند. این است آنچه شما را وعده داده میشد برای هر بازگردنده نگاه دارنده. آنی که غایبانه از رحمان بترسید، آنی که غایبانه از رحمان بترسید و با دلی بازگشت کننده پیش آمد. به سلامتی در بهشت داخل شوید. به سلامتی در بهشت داخل شوید. این روزی همیشه بودن آنهاست. در بهشت هر چی میخواهند برای آنها هست. در بهشت هر چی میخواهند برای آنها هست و نزدیک ما از آن زیاده است. آنها الله را بزرگ دانسته و از او میترسیده بودند. بله آنها الله را بزرگ دانسته و از او میترسیده بودند و به فرمانهای الله اطاعت کرده از منع کرده های او خود را باز می داشتند. آخر چگونه بزرگ ندانستن ممکن؟ چگونه او را بزرگ ندانستن ممکن؟ زمین به تمامی هستیش به کف او می شود. آسمان ها باشد به دست قدرت او سرجم است. پاکی او را است و از آنچه شریک او مقرر میکنند برتر است. چگونه انسان ها الله را بزرگ نحسابیدنشان ممکن؟ آخر الله خیانت چشم ها و آنچه را که سینه ها پنهان می‌دارند می‌داند. در حدیثی با سند صحیح روایت کرده امام ترمذی ابوذر رضی الله عنه گفتند پیامبرمون صلی الله علیه و سلم این گونه آیت را خواند. هر آینه بر انسان مدت از زمان آمده است که چیزی ذکر کرده شده نبود. رسول اکرم این آیت را تا آخرش خوانده بعداً گفتند هر آینه من چیزهای شما نمیدیده را میبینم و چیزهای شما نمیشنیده را میشنوم. آسمان به لرزه آمده پاره شوم میگوید و او به لرزیدن حقدار است، زیرا در آن 4 انگشت جای خالی نیست که مگر در آن فرشتگانی سجده کرده ایستاده ها هستند و فرشتگانی در قیام ایستاده هستند. و الله قسم اگر آن چیزهای من میدونسته را میدونستید کم میخندیدید و بسیار میگریستید و شما با زنهای خود در بستر راحت برده نمیتوانستید بلکه به بلندی ها برآمده میرفتید تا اینکه به الله بزرگ دعا بکنید. و معنای حدیث همین که اگر شما عاید قدرت الله چیزی من میدونسته را میدونستید و انتقام او برای اطاعت نکرده ها چگونه می شود میدونستید، از ترس وهم آن چیزی شما را انتظار بوده زیاد و به ایست گریه میکردید و شما هیچ وقت نمیخندیدید. ای بنده گناهکار، مگر تو از الله شرم نمیداری؟ در وقتی تنها ماندن تو الله دوم تو است
یا اینکه تو فریفته دیر آمدن عذاب و تو را شرمنده نکرده گناهانت را پنهان کردن پروردگارت شده ای؟ چگونه عاصی ها روز قیامت شرمنده میشوند به این نظر کن. امروز بر دهانشان مهر می‌نهیم و با ما دستهایشان سخن میگوید و پایهایشان گواهی میدهد که چی میکردند. با کرم و مهربانی الله فن مخور. الله بسیار عاصی های فن خورده را جزا داده است و از چندین جبارهای ظالم قصاص گرفته است. در حقیقت الله به تو نگاه دارد و بر غالب مهربان توکل کن و به ذات نشستن و برخاستن تو را در میان سجده کنندگان می‌دیده و درستی که وی شنوای دانا است. از نهایه خود بترس، همون وقت نجات می‌یابی. و شهوت داده مشو، آن وقت معلومات کرده می‌شوی. لذت گناهانت کجا شد و خستگی عبادتت کجا شد؟ هر یک آدم با عملی کرده اش می‌رود. کاش هر یک گناهی صادر شده هنگام صادر شدنش نیست شدن می‌گرفت. اگر آن ذات مرا ندیده ایستاده است گفته اعتقاد کنی، پس کفر تو چقدر بزرگ بوده است. اگر تو آن ذات مرا دیده ایستاده است گفته به اطاعتی کنی، پس جرأتی تو چقدر بزرگ شده رفته است. چقدر با جرأت شده ای و حیای تو چقدر کم شده است. نصیحتم را قبول کن. نصیحتم را در حیات خود تطبیق کن. زیرا انسانی از نصیحت روی گردانیده گویا که به جهنم افتاده است. نه بلکه از آخرت نمیترسند. نه به درستی که قرآن پند است. پس هر کی خواهد آن را بخواند و بندگان یاد نمیکنند مگر وقتی که الله خواسته باشد. او سزاوار آن است که از وی بترسند و او سزاوار آن است که بیامرزد. ای مسکین، تو در نزد الله با کدام بدنت راست میستی؟ با کدام زبانت جواب میگویی؟ با سوال خالصانه جواب ده. جواب را باشد فکر کرده خود را اصلاح کن. برای خود را از غضب الله و از عذاب دردناک نجات دادن چه چیزها را تیار نموده ای؟ تو بغیر از توحید مستحکم و اطاعت زیبا از این چیزها خلاصی نمیابی. پروردگارا، ما را همچون مسلمان زندگی کن و در حال مسلمان بودن جانمان را بگیر و ما را با صالحان یکجا بکن. پروردگارا، ما از تو ترس آشکارا و پنهانی را میپرسیم. ما از تو در حالت غضب و راضی بودنمون هم گپ حق را گفتن را میپرسیم و در حالت بای و کمبغل بودن هم قناعت کردن را میپرسیم و راضیت را در حساب کتاب و بعد از مرگ حیات آسایشته را میپرسیم و لذتی بر روی تو نگاه کردن را میپرسیم و مشتاق با تو واخوردن را و از گمراه شدن پناه دادنت را میپرسیم. پروردگارا، ما را با زینت ایمان زینت ده و ما را از شخصانی در راه حق میگشته ها کردنت را میپرسیم. ای پروردگار عالمیان، دعای ما را اجابت نما.